آی بلند بلند آی بلند آی امان ناز دلبر بلبل مسیار یار آی آقا جان خدا مبارک کنه آی برهمک هست نه یارو نانه میگو صبح وقت میرم کنه اونا رو پخته کنم بشکش ناله چی بخور برفتا نانه مسکین متوسه که بیچاره خمیرا رو تا سرخ بگذره و برده تو سرا بمون من با اعمال قرار که دیگه بخزم برو مخونه قرار ما اول برو مخونه عباس بچه خالق چاشته مجیبا خورقرار که دیگه طلب کن بسته کن بیترتر اگر نرمه بان باشه هیچی بخونه مانی اصلا دیگه مرو دیمروه خاشی نیا بخونه نانه من تا رو چاشتش تل و نانال پخته کن ایشی چه چین 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 شده دل چه شاکی شده یار باشه که جیر خواهد اشتری بچه همه گیلده جو شنه به شما من خیریت جان جره شکر تیگه پایه بفرما نوشی جان بیا یک لقمه هیچی نوشی جان خوشمزه میفهم کجا بخیر دیل لغزی طرفا ها کجا بخیر نانه من اون پخته ده شمایم برم انا چیز بسلا خالقو مدر عباس بسلا خالقو مدر عباس به چی کار گلا ها؟ به چی کار کی به چی کار؟ تو به چی کار میری بسر خالقو خب میرم از خالقو خبر گیرم از بچه ها خالقو از دخترها خالقو از عروس خالقو از اینا همه لکه خبر میگیرن دیگه نه لکس اکو بچه همه تو حالی بچه مجردی تو خود نیه یک دم سرا خاله میری یک دم سرا عمه میری یک دم سرا ماما میری یک دم سرا کاکا میری قرارم پا خوب دومن خوب پیش سنگ سنگین به خونگاه خوبشی آدم مجرد عشقش به سرا خوب را جو خوش نداره تو 24 ساعت خود خوب به این سرا میندازی به اون سرا میندازی که وقت تو ندیدم به خدا هم از تو بد میبرم برا جو دیخ نشی ما مجردم یا من گله کن دیونی سرگی اسم تو گله که یعنی زن خونه نداری مجرد گله زن خونه مجردی زن خونه مجردی آه زن خونه برا نداری مجردی بگه بفا کی مجرده؟ تو نه گله کن و اسم تو گله که تار تو سکون تو رشته خالی تو مایه برو نمو بله ها در مثل بیچیم یک لقمه نمیدم برو آه برو سلام اشتنی بچه خاله شکر فرد چنجره یا رستی خیلیت خاله مینا خوبه شکر خاله می خوبه شکر خوبه الو بله نه من براتون اینه نه منه سلامت باشین زنده باشین و شما براتون به نون پخته رفتین گفتین که چیزه گفتن که یک آتش خالص چیزی بست و خوب بخوره نه دیگه من بیاموندم خونه خالق مادر عباس گمیه نه خب گمیام لعنه من عباس میگه میایم من تو بگو من میام این میگه من میام کی تو میگی چه آدم نافهمی بگو میام والا به سلام میام سلام شما کجاه کی سلام شما کجاه سلام اینجی بگو میام لعنه شما بیاین به سلام بیاین که عباس میگه من میام به چی میگی چی میگی چه گیلا چی بگم نه تو کار داره نه کار نداره خب برو پیش بگو من میام پیش شما بگو میام پیش شما نه میام پیش شما آفرین من بیام پیش شما پیش نه خب گیلا نه یاره گیلا عباسه
خاله ما شما میگم خاله خوبه خوبه شکر سلام میگم. میگم خوبه شکر سلام میگم بیا آمدم به دیدن خاله خوب خدا حافظ خدا گیل خوبه ای فهمی گوشی که بشه. نه خاله من ای فهمی گوشی. خاله میشته نه خوبه شکر بود. نباش خیرت گیل. دختر خاله من خوبم همه شکر خوبه آقا. خانم شما گیل تکجو. میشید از امسالان زنگ میزدی گوشی داشتی با تو میگفتم که خوبه سلام میگم. نه ما تو زهرا بیا خبر میگیری. من بیا آمدم خوب از این خونه کیا. خب بیا آمدم چیزه گفتم من خاله خوب گوشی هم خوبش دارم چیزه نه تو بیا آمدم خاله خود یاد کردم دختر خاله خود یاد کردم تیم گوهر تو نمیشه دیگه مگر تو برای فرمایش بده که تو کورتی بودی. مستای افغانستان بگیم تو کورتی پیدا میشه. چی میگی خیاطو کمه. گله چه گوشی میگم خب حالا تو میاد که تو بس تکی هم میفهمم. ما میفهمم نه. تو گله این طرفی ببینی در سرا وانه میشو. ما کاست میمونم داره. ها دیگه هم امروز میایم. گله جو یک اولی که میمونای رو میپوشن است و یومی که دیگه گله جو خواهشان قبل تو میگم دیگه نشی دیگه کاری که خبر میگیری زنگ بزنم و تو میگم که خوبه سلام میگم شکر فرد خدا دیگه نمایی که تو از نویه گله خواهشان دیگه هم نشی دیگه اگه میشه به سلام عیام شده کلونی مجردی چطور شد؟ بحثی سیاه دارم معمول من پول گله 3 جمعه بیشتر رفتم 3 جمعه بیشتر به اون رفتی خب یک دیگه هم برو شما نمیکنم بالاخره تو آدم مجردی به خیلی خوشی نمزدار شدی زن کردی با بیا اینجا یک شد تا 100 شد میمون شد حالا لحظه کن حالا گیتاره که بریم میمونه روی میپوشن از تو جون یه مدیشه برو پلا خوشیده بود آقا من میگی برو اگه بس کن بالا خونه ملقاشو میکنم نه نمیشه یکی از زن رو گیلک رو که دیگه نه چی ما یادم میاد بعد میمونه دیگه یادم میارم برو گیلک خوبه دیگه نش برو سلام بگو سکو اگه مدت تو گفتک نه که با عباس نصر رو بیری کرده بگو میمون داشته برو بخیر در مستک خیلی آفرین گیلک جو بیار که دیگه اینجا بس که تو چیپس هم بیار که دیگه نشی تو خورده برو چیپس مونا خوشمزه هم هست میخوری یعنی تو اون جهرت جانی دیدی برو مرزندم نمیدونی مرزنده زن که بگیرفتم انا میام عرض میام هر شوی بستکم بیا من که بشم چیپس مونا را گفت برم تخلیقه خودم برو خیلی کنه رای نه نمیشه برو خدا خیلی یعنی نستکم که دیگه یک خواهشان نگم یک دفعه بگفتم دیگه آدم نمیدون دیگه فهمیدی؟ آدم دیگه خود نیکی بوده چیه لماش نشد روغ زده بدون سکور خدا برو دردن به من باشه میرم میگم نه دیگه به سر عباس نماره دیگه به خونی خواهر خونه عباس به من میگه ماشون برو تو بیری شو احسرام بیری شو بعد من میگه تو بگو که نگو به نانه خود به خاله من نگو که من گلک بیری کردم یک چسب به داده میگه بابا خاله من چی نگو که من گلک بیری کردم مثلا تو بیری کردم مثلا میگم نه دیگه به سر از اینا نریم نه شما مجرد میریم مثلا از اینا میگم بعده الو سلام کینی؟ تو کینی؟ سلام زن ماما خوبه؟ زن ماما خوبه؟ شکر میشنم ایلاکی خوبم تو خوبی بخیر؟ دستن زنجور سلامته شکر زنده بشی در علمه شوا کنی چی مسته گیلک جو؟ ما خاطر بیامدم زن ماما انا اودو ما چیزه بدیدم که جیره بدیدم میره به سهرها انا ما بیامدم از شما خبر گیرم شما رو یاد کردم دیگه شما رو یاد کردم دخترها رو یاد کردم زن ماما جو حتما خبر نگیر برو بخود کارماری پیدا کن برو به سر یک کار روزگار برو تا کی می تو بی
خوب میگردی از این کوچه به کوچه، از این کوچه به کوچه. آخه تو صبح آینده می زنی، می خونی، می زندگی می. چاره؟ تو که خودت خبر داری دخترها کلونه دارم، تو هم بیایی اینجا پا خورد راست میکنی، یک دم چای می، یک دم نون می. خب مردم به من چی میگم آخه؟ خب شما یاد نکنم من. گیلک جو بچه مجرد به این جا نداره. خب من که گیلک و مجرد خب اسم تو گیلکه. تو برو خود مادر خوبه خی بیا یک شب دو شب سه شب بیا اینجا بخونیم و بس که یک نمیشه که تو بیای بخونیم بس که آخه مردم همسایا به ما بد میگن. گیلک جو سیکو اونی برو بخونی خالا اگه میفهم که خیلی یاد کردی برو بخونی خالا خو برو. خالا خو خبرگی. و برفتم صبح رفتم خونه خاله خو مادر عباس رفتم. عباس میگه تو مجردی بچم تو من اینجا نه یا میمون داره ماشم زن مستور رو میپیشه داده دارم رو میپیشه. خب نگاه کو حالا تو از من به تو نزدیکترم اینا تو راه نمیدم. من چی رقم با تو بگم بیا به سرابی هم تو با ما بگو. حالا ما شما رو یاد کردم. خب تیار دیگه صدا مر بشنیدی صدا تو هم بشنیدم درسته. برو برات یک کار غریبی بخوای کار پیدا کن برو. همیشه درسته؟ درسته دیگه برو. شما رو بدیدم دیگه خوبه تو که خاله نداری دیگه برو بگه خونه دیگه خاله خو برو. خوبه سگ نمیگیره چخه خیلی خاطری لالا نمیشناسه چخه خیلی من که میشناسی چخه تو هم نمیشناسه زاری بیشتر رو بزن جان بشه خاله جارستی جان جوره بیا آمدم من خاله خود خبری بگیرم. من دیدن خاله خود سر نشدم. من خاله خود من بیا آمدم شما رو یاد کردم. یاد کردی؟ خب خیلی گیلک جو بگیر از تو اول امی سویچی ها خود امی سویریا بگیر از بیری کنه که موتر بار میکنین لالا بخریدم با تو دعی همه دنبال عده برو برات کار خو برو به خونه خو برو گیلک جو برو. این سرا ما و وزی به درد تو نمیخوره برارم. این عادت شده به تو که تو هم 24 ساعت یا شکم تو تعمیفتی یا یک چیزی دل تو عوض میکنه میای به خونه خاله به خونه عمه به خونه یک دیگه آخه آدم مجرد به هیچ جا نداره گیلک. آخه رمضان بچه خاله همه که گیلک و من مجردم. اسم من مجرده دیونه چی بگی ما چند نگه آخه تو گیلک هستی منطقه بچه مجرد یعنی تو زن خونه نداری. خب زن کتشم زن میگیرم من زن نمیدم. دور از سر شطور باشه گیلک یاده بگیریم اینا خودم کمک کن. کمک کنم نسته کن چاشت نه دیگه برو جو خوندن بخونم بسته کن چاشت خوندن میخوره. بدیدم یک عروسی باشه دنگه میان مردم ها چی رسم ها شد. پیرزال به پیرمزک بگفت چفنگ رمضان به گیلک بگفت چفنگه. سر بام آمدی کله کشیدی من ندیدی گفتی که دو زاماده بیا بریم به شهر هرات به خانه هرات مطرم نای تتر نای تا تو نبشی دل بی مرزا نمیشه. هزار پیرزال داره اشتر یکی مثل رمضان نمیشه. مطرم نای تتر نای بستگم نه این پشت سولاخ میشه گیلک چی رقم دست کن همینات خودم کمک میکنی بگیر بس که بعد که خلاص شد راه خور بگیری برو با تو دعی هم میدم. سگو گیلک من به تو چی میگم سگو برار من تو که آدم فهمیدی نام خدا ماشاءالله بفهمیدی خیلی دختر خاله دختر عمه دختر کاکا دختر ماما عروس خاله اینا برای آدم محرم نیه. همال زن مستوری میپیشه گیلک درست که تو بچه خالی منی منطقه به تو محرم نیه که تو مثلا بیا اینجا بشینی پا خورده راست کنی بگی بخندی کسی خوش نداره به خونه خود باور کن. خود شهر عباس من احسرا بیری که گفتک با میمون داره گفتک برو تو مجردی برو احسرا ما بیری شو. آخیرو به من خاطره که بونی رو میبیدانه که میمون شاید نداشته باشم و در چجیرم زن ماما من گفتک اپوشت در ای که گفتک سیکو آنه ای که اپوشت در گفتک تو رو بدیدم. خود چی گو به تو؟ گو نه یا بسرم آنه سیکو گیلک جو من کی میتونم بیایم؟ تو هر وقتی که زن کردی
خونه دیشتی زندگی دیشتی رد میتونه یک شب تا 10 شب بیای به خونه من خود زن خو ها خب من کته نشدم من کته باشم زن میدم بخیر گیلک تو 50 سال سنتتون از این کتتر چطوری میشی یا گساله ریش تو کمان هنو تار سفید شد گیلک آخی تو کسی زن نمیده خاطر عقل تو کم بیتا پنچره بفهمیدی برو برات کار خو برو به فکر یک لقمه نونه به دگه جا باشو بگیرین لالا بگیرین وقت مانم بگیرین بچه خاله من هم 24 ساعت میایه که من به سرا شما میام و مادم مجرد به کجا جا داره با خاک نمت من با خاک نمت من بلد که شما به سرا خود را میدم من اگه بی آمده مردیم شما میگذنم به سرا خود 6-7 تا سگ داره الحمدلله نیریلا ماما بابا ایلا ماما نیلیلا زن نیلیلا کلا شما به سرا خونیم چه کاره بامو بله سلام علیکم ماما جان نکن مگر تو سلام کنم ماما دیارم جان خیریاته شکر خیریات بخیری چند تا سگ داریم؟ هستش 5-6 تا بگی 5-6 تا چه کار میشه بگو چه شما به سگا میدین بگو چه بخو بیارین که اونو که چی؟ امال 6-7 تا خوردم کجا بودی کی؟ چی مستی من؟ هیچی بیامدم شما خبر بگیرم از آن ماما خو خبر بگیرم ماما خو از دخترا ماما خو خبر بگیرم بیامدی خبر بگیری یاد کردن شما دیشب خواب دیدم که سیل آورده من گفتم شما سیل بیا آورده و کجا بیا آورده گفتم من مسخره تو رو مزیب از سگا که میکنی از این وقت جیک جیک میزنی چوغو بگو چکا خودی من گپ زن یلا کرد از اینو چوغو که خود یلا کوی بخوا که کاسته چی کردی به چوغو خود گپ خور بگو من دیشب خواب دیدم که شما سیل آورده من گفتم شما سیل بیا آورده اشتا آورده اکادمی سیل آورده نرمنوار نشده سرا شما به سنگ سفاله دنیا نخورده یا بخورده گفتم خبر شما بگیرم خیر بینی من مر بدیدی برو خانواده هیچ کس با خانمانی چند دقیقه میشه تو اینجا استادی در میزنی شاید 2 ساعت و نیم باشه خب 2 ساعت و نیم چرا کسی در رو نکرد چرا کسی در رو نکرد شاید زن شما ترس سگا به زن ما کار نداره چرا کسی با خانمانیه همه برفتم رستگی ادرکی میگم گیلا تو سید دروازه میشکنونی پایین شو زن بابا نیم به تو میگم به سرایت کار تو سیکو دل جمع شدی که کسی به سرامانیه باشم چی میفهمیدم میگم گیلا من از تو پرسان کنم من او شما مادر تو بگفتم که دیگه می گیلک بچه خوری نکو به سرام ما دخترها کلون دارم تو کی تو میشه سر بی سر نوشته میگه یک دم بی سر خود دخترها شما به مثل پیار مادرمون به مثل پیار مادر تو کسی نمایی به سر خود تو آدم مجردی کی مایه تو به سر خود هیچ کس تو راه نمیده به سر خود مال خود مادر تو هم زخمی کار نمیکنه با هر سال که تو مالی بری یکی دو تا دختر جون جایل به تاثیر مردمه بخوردم دخترها مردمه ماما خور بگردم تو نام خدا کلون شدی تو خوردی نی که تو را هر کس به سر خود راده چرا نانه میگه تو مال نانه تو به هر جا بره تو برده خود نمیتونه تو کلون شدی نام خدا نانه میگه کته نشدی باشی کته شی تو زن از این کته تر دیگه چی بشی
برو ماما جو خوب فکر یک کاری بشو، فکر یک روزگار بشو. از این بدبختی ها خور نجات ده. این کنه میشه که تو یک دم به سر ما بی، یک دم به سر احمد، یک دم به سر محمود. خیالم میگه عباس خودی کله گندی خواهم شماریات داده. صبح اول صبح خاطر برستم. عباس راست میگه. عباس هم خوار جوان داره به سر آخو، نمایه. وقتی تو خوارزاده منی من تور نمام به سر آخو. اما ما برو تو میگم. عباس که بابا چه خالیتونه تور مایه. بگیر اگه چیپ ترموز خورده میتا برو ماما بلد یک کار روزگار برو دیگه نه به این طرف اسرا از روی دروب نرو پرده خونه کو هر جا میری شکم خورسید میکنی زن کنم بیام مهمه زن که بکردی 10 شو بیام اینجا ما به خدمت کنم چاش تو شو خودی مدار خدمت تا نه کلون شدی تو خوردی نی که تو مال ما بیاری دیگه به سراغ خورادی خوبه برو بابا تا کی ما بگم برو شب مادر از این بگفتم که بابا ولیاس خدا بچه تا کلون شده دیگه بس دیگه این خوردینی کردم تک 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 دم سر ما بیام خبر گیرم ما بیزار ازم خبر تانی ما دخترام کلون شده دیگه ولی چه برو کجا رویدی؟ خیلی کجا میره؟ کوله فقط استاگه میسامو کو یا جال باشه عباس شنی جنگل عباس خود واسه سوال شدی خاله جوه یک چه کاری برم چی نگیلک میزنه امرو 20 من لما یاد دارم امرو 20 شده جوان اصلا نامردی بیدی من گفتی که من شما روی میپیشم اما چه کاره بگو از صبح میگردی دیگه هر جا میرم میگم مجرد اوه یعنی گیلا خوب سلام است تو سلام است تو کاش دیگه کسی رو نداد تو بسر خوب تو برفتی به همه زنگ زدی به خاله ما زنگ زدی به ماما ما زنگ زدی به زن ماما ما زنگ زدی به عمه ما زنگ زدی خب من چی میفهم گیلا گفتی که گیلک مجرده گیلک نه به سراغ ای های گیلا جوسه با رمضان هم گفتی بدی تو نشه من خبر ندارم تو به کجا برفتی از صبح کجا برفتم خب برفتم از جای ما میرم میگم جان داری راست میگی گیلا دیگه ما تو چی گفتم مثلا گفتم گیلا جان داری دیگه رو هم است ما فکر کنم امید تو نمیگذاره بجای ازلی شما نه بره کار بیاره ما فهمیدی محمود گپا دیگه هم است ما فکر کنم ما که تو جواب رد دادم رو ندادم دیگه رو نمیدم تو از این ساعت تو می لحظه بگیر پا خو پنگ کو کار کو زحمت که من خو بسته کو از شونی خود خو کار کو برو بخوزن کو بسرا هر کس که بری و تو نمیگی گیل اکثر شما بس دیگه غذا عزت تو میکنه حالا تو زن داری تو هر جا مایم اشته نمایم تو اصلا ما خودی زن بچه تو نمایم بچه کنه داری خود زن تو نمایم که به سلام بیایی چرا از ما گناه کردم که تو رو ندادم بسرا چی اوها اگه تو عمل زن دیدی بگفتی گفتی گیله که را نده برو گیلا برو خیلی آدم حالا چی بگم دیگه و چه چرا بگی تو گپا من بعد فکر میکنی خب میگم مجرد تو کی را میده بسرا خو همه مردم مجرد چه را نداره نه ایما مجرد باشه من کسی را نمیده بسرا خو زن خب بگو بفهمیدی بگن دیگه لگ بگو دیگه به سلام نایه آلتر زن واسه رو میپوشه و چی خالی ها هستی برو من رو میپوشم از زن تو من زن تو رو میپوشم زن من از تو رو میپوشه من زن تو رو میپوشم من نمام که زن تو رو ببینم یار گیلک تو خاطر خود کله گنده خود اسبی داری اصلا گیلک ما اشتباه کردیم هرچی به تو میگم دب خود رو قبول داری
اما زن نمیفهم 1 کروی به تر سر از اینانیه که بزی بگه فرق مجرد متحیل چیه؟ هرچی هم بزی میگم از من دیگ میشه و گپ خود رو بوداره و اصلا اشتباه کرده که میتونه چی خالی داره سلام کاکا. سلام اشتنی کاکا جان خیریت جان جور هستیم خیریت شکر فضل خدا جان نباشیم سلامت باشیم همه شما خوبه شکر خورد و رزه زن کاکام خوبه دخترا یا بگی از اینو باور کنیم جا شما خیلی جا شما بسیار سبز باشه ما چون 6 تا 7 از صبح نوش جان کردم که به کل گیچم من دیگه پای دیگه شکر سگ شما بسته چرا خیریته ما مالو دخترها زن کاکا خو اینا یک خبر بگیرم خیلی یاد کردن دیشب خود دیدم که بارش برید برقق زده ما انا دمی که من خود دیدم که برقق زده برقق بخورده به فرق سر شما فهمیدیم برقق بخورده به فرق سر شما همون مورفتگی که از این جهت نبود از این جهت ای بس از این جهت بود این مورفتگی کلا فیصله شده انا زن شما انا چه شده همین اعصاب سر از این تکلیف پیدا کرده انا من گفتم بیا من برم خبری بگیرم از شما نگفتم سعی کنم چی رقم یاد کردم شما خیلی دیده بیدم انیته سیکو گیلک جان حالا که با خونه رخشویی دارم کی؟ زن کاکا تو خب که زن شما باشه ها به تر سرا شیشتی هم رخشویی دارم خب من یاد دارم رخشی میفهمم نه اول باشه گاهی وقت رخت آخر میشیرم من یوتو هم میکنم یوتو یک کار دیگه میکنیم خودتو میریم خودتو به سرا خب همینجا پوخهای اینا رو جمع میکنیم خودی هم برای برارزاده خود یک بیستی هم میدم و نه او مسئله جدا بخشه او جدایه ای که خبری بگیرم ای جدایه انال این حسابی هست که رخشویی میکنم بیا خودتو میریم با سرا میریم خب اینا فکر کنم کمک مایم رخشی نه اگه کمک میخواستم ما خود کمک میکردم خب تو کجا من میری کنی کتی خود چری؟ کسی خود میری کنی؟ خب من چیکار کنی؟ کورتی شما نمیشیرم نه حال نمایه این پاکه شوشتیه نکن کاکا سر بکنی شما شوشتیه نکن سر بکنی کاکا آخه شوشتیه این سر بکنی کاکا آخه این شوشتیه این من میبرم میشیرم خوبه؟ نه آخه با گدر من یاد دارم تو بیا که من چی میگم با تو زن کاکا ما بیامدم از شما خبر بگیرم کاکا ما میگم نه یا من اشکولی دارم بیا گدر من باشه میشیرم من یاد دارم سیکو من چی میگم با تو آخه سیکو تو بیا یک چی سیکو خوب اگه آدم مجرد هیچ جا نداره بیا که بریم خودتو به سرا ای با مردی که مجرد به کار نداره جا نداره اصلا کاکا من کاکایی نیه بیا که بریم به سرا خود نه کاکا چرا بگی مجرد یک بیستی هم با تو میدم چای کشمیش هم با تو میدم عجب آدمه دخترها جوان جایل متاثرها زن میگه خود رخ میشوره این آمده که من بیام خبری بگیرم نمایی که خبری بگیری بخورم اینا بخور یک ضربه زیر دست پا خونری اما خرج تو خرج من بیشتره خدا شما داد گل میخوری اب چیزی نگرنده کسی کنم بله مادر همین گل بیا دو مسارا کم پیشی پو خیلی نختم امرو گوشبنده میکشی بابا مادر میله کنیم رد از این کارا رد از این گپا بابا مادر میرون به خود خونم سرگردون به شما بابا یک گوشبندی که 0.5 کیلو گوشت امانی نداره با من خاله خوب بگم و خوار خوب بگم نمای مادر من 4 تا جگداره کرایه از این گپا نمیکنه که اونا رو ما بریم میمون کنیم بابا داشته باشه خالی ما عروس نوی مگر عروسی را ما میمون کنیم بگو یک پیری گوسفندی خوب یعنی مادر ایران نمیبرم بمین که پا و کارا شما خوبه یلا کنی رد نمیرم میگو خوبه
حیرون به همین مادر که میمونم گوسفندم اگر دلم اولی نیم کیلو گوشت نداره میگه برو خاله خورم بگو خوار خورم بگو آره خوار من خیلی خاله من بعدش چری میمون کنی عروس نوی داره دست باشه عروس نوی بخوری تو خوار بدر ندیدی کینی بیا بیا کجی جان بیا کنیم خیریت جان جونی تیار هستی چی گفای خیریته شکر اشتنه دادی من خوبه شکر تیار هستی اشته بود مدت تو شکر فضل خدا خوب بیدم همه خوبم شکر کجا هستی؟ همین چردی برای شما کجاییم بخی در من اینجا تباخچه میبینی گلار قچی میکنم خبر نمیگیری یک زنگ گاهی وقت اینم میزدیم حالی همون زنگ هم نمیزنی کجی جان مستوفیم برادمه وقت میفهمم شما هم نمیرسیم از ما خبری چه کار کنیم؟ چی گفای کجا بودی کجی جان؟ البته را گم کردی که به طرف ما نه میگوشپند خون ماهی بکشیم بیا بدون برای خوار دار مر ببرم مادر ما گفت برو خوار دار بیا در سرا رستی اشتباه کردی نخ کش کدوم بیامد سکو حیات میره می نخ خطا دوم میام به این سرباخچه کی بیای در سرا و هر چیزی به در سرا گذاشته و داره ببره من کجایم برفت اکسوب به خونه دوماد مه وار مزن زد که بیا یک تا به سرا همه چون چی کار داره بابا مادر من رای کردم برو داده خوردار بیاره که گوسفند میکشیم گفتم خوبه خاله مرم میگیم خاطر عروس نوی و زنگ میزدی که جی جان زاله که گوشیه شما نمیرسیم که با خوار ما برداریم بیاریم با شما برو و یک زنگ میزدی پرسان میکردی که به کجا خب باشه من یک زنگ زبری و برو برادی خودم سرا خوار ما برو بردار نکن نه مایه که جی گوسفند ارزشی نداره او به خود خوب کشتیم چی کارای میکنه که باز ما بیایم به خونه شما اصلا من می کارا خوش ندارم که یکی به خود گوسفند میکشی یکی دیگه مثلا میاد اونجا جا خورال دعوار میکنه به سر روز و 4 روز نمیرم شما این گپانیه خب من میرم خوار میدارم میرم نکن نماز که جیرال کن که تو میگی خیره ببور گپ کنی با شما بیاین چه با شما هم شیر بجم اگه تو نیستم با میارم بکو عجق زاله پرزمون تو اگه تو نیستم با میارم خوبه خیره مشتاق هسته کرلا پارچه که هسته که جی گولم می به خوبه که نه گول نمو بکی اگه می نیدمو یار خدا خیر دمی خوشیمه بیچاره سه که دو یکه به گلوی تا نمیره مرغ به خون میکشه حتما مگر ما هم سر سفری و شیشته باشه از 10 تا حال یکی به قصی عروس و به قصی دوماد نیه دختر و به قصی دوماد نیه خورده گازی بربزی بر چری میری اینا خواهم علافه باز چون نشتنی برو خیریت بخیری چی گپای یار هستی چیکار میکنی اسب جمع میکنی چیکار کنین دیگه کمی بالا اومده نموده نه خدا دیگه مجبورین جمع کنین چیکار کنی خوب خیر باشه میگم یک کاری کنی هم یه اسب ما بفهمیدیم خب تو هم صبح شین میکشه خب من بیانه که به شما بگم چند جلوتر مستم به شما بگم خوب نشد حالا به شما میگم یا امی اسب خود بفروشیم به من یا من اسب خود میفروشم به شما ما که توان ندارم که اسب تو رو بخرم و تو اگه اسب من میونی بیا فدای سر تو یعنی نمیتونی اسب ما رو بخری نه دیگه اسب تو قیمته از ما خود قیمت چند قیمت میکنید واسه ما از ما دوت تا شده بر چی میارزه نه قیمت یعنی خدا قیمت رو بگو این به تو میدون به 70,000 چنده 70,000 نه بابا خیلی 70,000 من بیانه به خاطر اسب خود که تو صبح شین نگه جوتم یا اسب تو اگه بخره بشه بخره خب به چند می چی بگو به چند می لا دیغ نمیشی نه چرا دیغ لاغری هم بشود اسب تو من جمع میکنم وش میکنم خب بام 40 تا ما برو ما به خود تا گوسفند بخرم پولم خود جمع کردم اگه میشه نه که خودشون نه نمیشه با تو دو تا گوسفند نمیدم به 40,000 تا گپا میزنی که چی بگم جمع کنی خلاص گپ با تو ما کاله بخرید و مجبورم جمع کنم نمیتونی جمع کنی بفروش بابا که راحت چی نمیفروشم بازی قیمت نمیدم لالا یعنی به 40,000 نمیشه نه
آخرین گپ بخور بگو. آخرین گپ ما افغان به تو بگفتم دیگه، اگه می بیاور نمی چی متوش 50000 باز هم نور خوب. نه معامله ما تو من به خاطر اسب بخوام اگه باز هم فکر خوب بگو، اگه به 50000 میدیدی با ما زنگ بزن ما میام. بازم بدون پول همیت گپ پینیونه ببر کار خوب چلو. با خبر بده با نه برو بخیر بشی. من واسه پول از بیشتر دادم، اون 10000 شاید قصد کنم. نه نمیشه، بدی قیمت نمیشه. برو نه برو بخیر بشی. خود ما به 50000 بخریدم، چند روز نخت میشه که جمع میکنم. تو با میمدی به 50000 با تو اسب میدم. گپا میزنه مردم که خدا تیرونو که چی رقم. کجی اونجا چی میایی؟ این چه میگی بلن رو که دیوخال میدای ما چی چطا میدای بدم بابا بیزار باش، تاشوی زینه بزیبل تاشو که میفته کی؟ بابا سبا خودی من دارم پین بیشو کجی تاشو که حالا با ما دست گساله تیار بابا دونی سبتی بیا میخرم میبرو میفریشو بابا باش دیتا میدای من دارم پین بیشو کجی جان تاشو حالا ما به اینجا تو جنجال تیار میکنی با ما. تاشو بیا ما بیزاریم که تو ما و سرا شما بیایی. بابا لارم از چلی شما ایتا پریده برای محبار دارم پین بیشو تو از همینجی بفتی مزلا ساعتی بیری میشه. تاشو بیا نمیفتو ما به این سرا زینه کی آورده زی بلندی به اینجا بوده؟ بابا هرکی بیا ارده من عده نکنه کجی؟ بله آخی حالا با وقت مینانی آخی حالا وقت جوجی مینایه. بابا شاید باشه مدام من میبینو میرم تقیه کن قال نه اونجا باید جوجه کو ندارم حالا تاشو بیا. یالی شروع مال ما به شما تو برو گوسپنده بکشتیم خور دست خود مادر خود بگیر. بابا من بیکارم برو گسپند پسکنم و زیده کنم این بزی کار بیکاره که زینی بعد 10 متر بیاری. بزی کار بیکار نی. عجب آدمی تو آخه. در به برم مینا خوش تو زینه که تو زور تو نمیکشی زینه چی آور؟ تو سیکو حل شیطونم خود چی جب حلاک شدم آخیرا دست خیلی کارا نمیکنی، کارا عتیقگی میکنی تو. بابا میفریشی جان میفریشی بابا بخیم معطل به سر کوچه همون استاده به دماله بودم گفتم هر کی مینا داره بیا که بخرم. دلم ببر باشه دونی 100 روپیه زیری کردن شو اگه بفته که دستپاتو بشکنه 5000 روپیه پول دعا و دکتر تو میشه. او هم اگه بابا دنبه کله خونه افته که مغزا سر تو بیریشه. خیلی بیاین برین رد قبل یه گپای تو فکر نمیکنی. خیلی خوش آمدی زنده بشی. باشه برو پناه به خدا بیت پول جمع میکنم خوش تا کم کم 10000 فروش بده بعد نورالله میدم اسب میارم. سلام کندولی سلامت اصلا خیریت خیلی شکر شما خوبه بیایی برمی این طرفا همین جی هستیم خوب هستیم شکر بیا که بریم خونه خیلی برین زنده با شما بکندل شما کنین کار شما بکندل خیریت خیلی شکر ما بکندل همین اسبی دارم اکو تو اسب نورالله رو نگاه کردم بیچاره اهل جمع کردم نمیتونه خودی اگه بگه نمیرسه برای اسب جمع کنه پیش لاغر شد دیل بازی بوسو گفتم باشه کمی اسب ازی بخرم اسب من 2 تا بشه خب گفتم به چند دیمیت بالاخره 40000 کلاگ و 50000 کلاگ خودی بکندم حالا 40000 پول داشتم گفتم بیام بعد پول من ورد یک 10000 پول ما به قرض بدین تا چند روزه خیلی خوشی پولش رو میارم با سند دست تا بر شد دیگه پولم ندارم تا این نورو اشمی از خلاص کنم یاره چی بگم با خدا حالا همین شرایط میفهمیم با خدا بیتریه یاره کاش که میداشتم از تو کی بیتر خیر باشه میبیده فدای سر تو میکردم من میاس بازی بخرم پول به کم داشته واله راست میگه میگی پول دارم 10000 پول به کم دارم که 10000 هم قرض کنم از او تو این نورالله بودم واسه بازی بیارم
آخه اشته نورالله که میگفته که من نمیفروشم. خود نمیفروخت. ما به نگاه کردم خود گپ زدن اول گفتک نه با قیمت جور نمادیم با به من زنگ گفتک بیا خیر عباس ببرک. یکی اون است دری نکرده اسب جمع کرده نمیتونم یه اسب پیش ناجور شده بودم. راست میگی. آره من 5000 نداریم ما کنده. یاره نه. ای باشه گپ بینیم من دیگه میتونم بگردم جمع کنم این پلاکای از بودم که اسب من اسب علاقه دارم. راست. همین از پلاکا رو جمع کردم پلاکا خلاص بستم میکرد. خوب گرد. بخیر باشه مزاحم شما نمیشم. زنده باشی. سلام. خداحافظ. حال وقتی که کسی پول و قرض بده و کسی یا کله خرابه اسب میخوره اون نخواه. بیننده های عزیز سلام، وقت زیبای شما بخیر. کچکولا برای شادکولایم از برنامه باند گیلک. خوشحالم که یک روز دیگر الله پاک ما رو فرصت داد که به خدمت شما باشیم. بیننده های عزیز سوژی خوب امروز انتخاب کردیم که یک گپ به یک قله نمیشه، به سرای به یک محله به یک فامیلی یک گپ 100 گپ تیار میکنم. مثل میگن که یک کلاغ 40 کلاغ تیار میکنم، اینمینا حلقه به گوش خو میکنم به هر جو راپور میده. خب در کنار یک برادر حسای کنیم به نظر از اینا کار خوبه میکنم بعضی مردم یا کار گنده. برادر عزیز گپار کو بشنیدیم، زنده معرفی اگه باشه رازالدین براد نورالدین. خب گپار بشنیدیم که تقریبا خب که تقریبا همین یک کلاغ 40 کلاغ تیار میکنم. بعضا به نظر شما کار خوبه میکنه؟ نه. میبینیم کار گنده. یعنی میگی شکار میکنه؟ نه مثلا میگم شما دوزی کردیم، مثال میگم دوزی تو کردی تا بشی به سر جا خوب بشی برای نه سعی کنیم شما انگار کنیم. خب مثلا میگم خانم خور سلت کردیم رو بزدیم، این قوم بزو میگه این قوم بزو میگه. مثلا شما نمزاددار شدیم نشدیم، مثلا نمزاددار نشدیم. تو چی میگی لولب میگی چی میگی تو؟ مثلا شما نمزاددار که به دست خوب بگیرید بیا من اینجا اکثر به من مثلا شما نمزاددار نشدیم، مردم چه میندازن میگه این گپ نزن. ما 6 7 سال عروسی خوبه کردم مال زن بخبر شو میگه البته واقعا این نمزاددار شده. من مقصد ممینه که میگم یک کلاغ 40 کلاغ تیار میکنم بعضا مردم کار خوبیه. من شکار نمیکنم برادر، من شکاری نیم برادر. تو برو یک کس دگیل پیدا کن که شکاری باشه که یک کلاغ روز یک کلاغ میگی 40 کلاغ شکار میکنه. من شکاری نیم. تو اصلا معلوم هست که چی میگی؟ برو لالا برو باشه از آدم دونسته میپرسم. سرکله افرنگ خود تو سکی بیا میدی اینجا به من دو رنگ میگه افرنگ که خودی شال سر بالا سایه. بینندای عزیزی که بخکل سرقی بید نمیفهم باشه یک نفر دیگه میپرسیم. بینندای عزیز او برادر که نفهمی هرچی گفتم نفهمیدی هم نفهمید. نه این قانون نپرسیدم. لالا جان تو نمیفهمی لالا. بچم چی رقم؟ چه میگی نفهمی؟ چی نفهمیدی؟ گپ خوبه که من نفهمیدم و بفهمیدم. لالا اشتباه کردم. من چم چی رقم مردم اصلا اعصاب با مردم خب بپرس ببخش لالا بپرس. خب صحیح. برادر جان میگم یک کلاغ 40 کلاغ تیار میکنم به محله، به نظر شما کار خوبیه؟ خب نه برو جو واقعا کار اشتباهه. این آدم از او آدم خودتر بود، خودتر حسای کنیم گپ دقیق میگه. خب معرفی زنده معرفی غمزه بلا لرزه باشنده می زمینایی باشنده همین زمینا خود خب صحیح. انال شما بگیم تا به حالیت شده باشه گپ شما یک گپ مثال میگم که 40 کلاغ تیار میکنم. برو اول ما یک گفتنی دارم امو کسایی که یک گپ میگیرن 40 گپ تیار میکنن 10 تا دیگر هم به دوم بسته میکنن. خب همین یک گپ 40 گپ تیار نکنین، حداقل مثل من 30 تا کنین 35 تا کنین. یعنی یک گپ نشه 40 تا دیگه گپ تیار نمیکنم، من 25 تا 30 تا گپ تیار میکنم که به دل شما هم درد نباشه. مثلا خسور خوشی شما نمزاددار شده بله شما نمزاددار نشده میریم از دروغ بزید توتیا میکنه. بله دیگه میره 200 تا دیگه هم دوم بسته میکنه. اما اینجا بیاید از من از گیری برو جو ناجوره. یعنی چی؟ یعنی برو جواب برو جهان کردی. حالا می گپ تو میرم تادی 40 گپ تیار میکنم. تو گفتی 25 30 گپ. خب بخول 40 با دل تو درد نباشه 35 تا 39 تا مونتا همو 40 تا تیار نمیکنم. برو بله برو دیگه. میرم دیگه نه
قیافه انتیک تو نگاه میکنم. یک نفر دیگه بمونده بینندای عزیز، بلکم گپ دقیق از اینا رو گوش کشیم. بینندای عزیز گفته به سندی و نرو به عقل کمالی برو. این عقل کمال نداره منتها سند داره. نه عقل کمال داره سند نداره. انا میپرسیم برو جون زنده معرفی. نور احمد برار شیر احمد باشنده قلعه خوب. خب نور احمد برار شیر احمد باشنده قلعه خوب. بله. همین بعض مردم یک عادت گنده دارم، البته خیلی کم از مردم. یک کلاغ 40 کلاغ تیار میکنن به محله. به نظر شما کار خوبی میکنن یا کار بدی؟ اشته برار یک کلاغ 40 کلاغ تیار میکنن. به کلاغ نمیفهمی؟ خوب مثلا عدلی تو واضح کو که ما بفهمم. مثال میگیم شما مثلا میگم زن خور بزدیم. این گپ تیار میکنم، ای بزی میگه، ای بزو میگه، او بزی میگه، ای بزی میگه. خود اختیار خود داره که زن خور بزده. یک گپ 40 گپ تیار میکنه. خب این موضوع کار خوبی نیه. نه برار اصلا این کار اشتباهی آدم یک گپ مثلا چه نازه خوب نیه برار. میبینیم بیننده عزیز. یار بازم برار جو تشکر از شما که می گپ دقیق از شما میشنویم واقعا. خیر بینی برار مدعی ای که به کار نیه که آدم به ای او بگه مگر دانم من خوب همی زن ماما مبره به مجلس گلوبند جونده بی اتا تالار بفهمیدی؟ قراری کرده ما مثلا هر جا نگفتم که با ما هر جا بشینم اختلاط کنم بگو مای زن ماما تالار گلوبند تالار جون گردن مبر 20 خونه بیشتر خبر نکنم. 20 خونه؟ 20 خونه بیشتر نگفتم. خب شما گوش کشین بینید. دیگه لالا ایتا به هر جا نگفتم. ایتا مثلا کسی که گپی به ما بگه چی به سر چرچی ایراد گفته ایتا نه لالا طاقت من نمیگه. برو. تشکر باشه شما بینندای عزیز. به نظر من بعض آدمایی که یک گپ 40 گپ تیار میکنن یا یک کلاغ 40 کلاغ تیار میکنن کار خوبی نمیکنن. این الغه گوش خو بیری کنیم. همین گپ نگاه داریم هم سرجا خو میگه پرده پوشی اشیاء مردانه. خیر باشه. کچکلا برای شادکلایم از برنامه باندگی لگ انا سیناکو برو مخول معرفی میکنم. برو سیناکو انا هیچی دیگه بینندای عزیز تا هفته بعد شما به الله پاک نازنین بسپاریم. خدا نگهدار.